سلام چطورید؟ ما الان رفتیم کافه کوکو، همون جوری که مشاهده فرمودید. بچه‌ها چقدر کیفیتش اومده پایین. اصلا دفعه پیش که اومدیم، البته خب دفعه پیش که اومدیم حدوداً 1 سال پیش بود، هم کیفیت خود مثلا کیک و اینا خیلی اومده بود پایین. قهوهش راستش رو بخواین اون موقع مثلا چنگی به دل نمیزد، به خاطر اینکه خیلی سرد بود. بعد لته اگه شیرش زیاد باشه خیلی مورد علاقه من نیست، ولی کلا از اون موقع هم کیفیتش پایین تر اومده بود. اون موقع چون خیلی خوشگل بود دیگه ما گفتیم حالا اشکال نداره، ولی الان دیگه حتی خوشگلم نیست. من خیلی سعی کردم خوشگل بندازمش اگه خوشتون اومد، وگرنه اصلا اونقدری که توی ویدیو میبینید خوشگل نیست. هیچی، خلاصه امروز من تصمیم گرفتم حالا که هوا ابری و بارونیه، منم عاشق این هوام، کتاب بیارم تو کافه بخونم. فیلمش هم که دیدین گرفتم براتون. ولی ببین من به این نتیجه رسیدم این چندمین باریه که امتحان میکنم با خودم کتاب ببرم کافه کتاب بخونم. چندمین دفعه است که من دارم این کار رو امتحان میکنم. اصلا رو من نتیجه نمیده. من فقط باید روی تختم دراز بکشم و کتاب بخونم. یعنی ایدئال ترین روش کتاب خوندن و بهترین جایی که من میتونم توش کتاب بخونم تختمه، ولا غیر. از دیروز یه بارش شدیدی تو گیلان شروع شده و دیشب توی اینستاگرام هی میدیدیم که دارن میگن رشت خیلی بارون شدید اومده، بلوار گیلان رفته زیر آب و این داستانا. داشتم می اومدم یه کمی دو به شک بودم این که برم یا که نرم. هیچی، گفتم برو دیگه وگرنه کلا میرسم. همین چند ثانیه پیش، چند لحظه پیش کلی صحبت کردم و دیدم که رکورد رو فشار نداده بودم. الانم یادم رفته که داشتم چی میگفتم. اصلا فکر کنم داشتم میگفتم که ما دیگه بالاخره دل رو زدیم به دریا و اومدیم، فعلا که همه جا اوکیه. یعنی الان ما تو بلوار گیلانیم و اصلا هیچ اونقدر مثلا از اون خبران نیست که میگفتم آب گرفته و اومده و نمیدونم مواظب باشید و این حرفا. احتمالاً دیروز بوده، الان دیگه اوکی شده. دیگه چی داشتم میگفتم؟ دمای هوا البته خیلی اومده پایین و احتمال میدن که برف بیاد، ولی حالا فعلا که خبری از برف و اینا نیست، فقط بارون شدیده و البته هوا خیلی خوب و سرد شده. ناامیدی خیلی چیز خوبیه. این که همیشه تو ذهن ما فرو کردن که امیدوار باش، امید خیلی خوبه، با امید زندگی کن، اگر امید نباشه چه؟ من گمان میکنم اشکال، یه بخش مهم از اشکال اینجاست. برای اینکه تو تا به ته خط نرسی و ناامید نشی، وقت قرقنوسوار یک امید دیگه‌ای در تو پدید نمیاد. بیهوده دنبال چیزی بگردید در جایی که نیست. شما اگه کلیدت گم کنی و بعد برید تو گنجه و کیف تو جیب تو،
این کشو و میزت بگردی، باید پیداش نکنی، باید دوباره بگردی، 3 باره بگردی. بر چی داری میگردی؟ برو بده کلید سازی، کلید باید بسازه. تا ناامید نشی نمیری سراغ کلید ساز و تا امیدواری که پیداش کنی فقط داری وقت رو تلف میکنی. جامعه داره با اون کوچه‌های بن‌بست میره و چه خوب که بره ببینه که 10ها 100ها کوچه بن‌بست هست، بعد یهو میگه خب ول کن اصلا دیگه، من باید دنبال بزرگراه بگردم و بزرگراه پیدا میکنه. 2000 years later. سلام چطوری؟ از دفعه قبلی که براتون ویدیو گرفتم خیلی گذشته. راستش اصلا قرار نبود که امروز براتون ولاگ بگیرم. اومدم بیرون که یه چالش رو انجام بدم که فکر کنم این ویدیو رو کلن، یعنی این ولاگ رو بعد از این چالش شما ببینید. اگرم قبل از چالش میبینید یه توضیح بهتون بدم راجع به این چالش اینجوریه که میخوام 30 روز از زندگی رو رومانتیسایز کنم. یعنی چی شو دیگه به نظرم تو شورت ببینید دیگه، من اینجا نگم، سپویل نکنم. اگرم این ویدیو بعد از اون چالشه که مثلا شاید اون چالش رو زودتر شیر کنم، اگر بعد از شیر کردن اون چالشه بود دیگه همتون میدونید دیگه، اگرم قبلشه سپویل نمی‌کنم. راستش یکی از دلایلی که شروع کردم به گرفتن این چالش و انجام دادنش این بودش که این روزا اصلا از نظر روحی حال خوبی نداریم، هممون، هم من هم احساس میکنم همه جوانای هم سن و سالم، چون دلار نمیدونم بالای 90 تومنه و خب هممون یه حالتی هستیم که انگار نمیدونم ناامیدی تو هوای ایران موج میزنه، اینجوری بخوام بهتون بگم. و اینکه من تصمیم گرفتم که اقلا زندگی رو برای خودم یه کمی بهش ادویه بزنم، نمک فلفل بزنم. البته که اینو بگم من به ذات آدمیم که سخت ناامید میشم. یک دوره‌ای اینجوری بودم، ولی الان یه مسیجی اومد. آره ولی الان نمیدونم اون اتفاقا انگار منو مقاوم تر کرد، اون اتفاقا انگار باعث شد که جور دیگه‌ای به زندگی نگاه کنم. اون موقع اینجوری بودم که اگه یه اتفاق بدی میافتاد خیلی منو به هم میریخت، الانم به هم میریزم، خب آدمیم هممون، ولی اون به هم ریختگی رو به یه نیروی محرک تبدیل میکنم. نمیذارم که برام یه عامل بازدارنده باشه، نمیذارم که یه کاری کنه که من مثل یه مرداب تو سکون باشم و بگندم. میدونی چی میگم؟ یعنی مثلا اگه ناراحت باشم، نمیدونم شاید هم کار درستی نمیکنم، ولی اگه ناراحت باشم یا کسی عصبانیم کنه یا یه جورایی، خب بالاخره هممون یه دوره‌ای از زندگیمون توی ناامیدی غرق میشیم، توی حال بد غرق میشیم، یه جوری انگار جهان معناشو برامون از دست میده. برای من خیلی این اتفاق میفته، چون من خیلی به دنیا و اینکه از کجا اومدیم و به کجا میخوایم بریم خیلی فکر میکنم و برای من خیلی اتفاق میفته که کلا یهو زندگی تمام معناشو برام از دست میده. به همه فلسفه وجودیمون شک میکنم و اون موقع سعی میکنم این حالو تبدیلش کنم به یه چیز دیگه ای، یه چیزی که منو هول بده به جلو، نه اینکه بخواد همونجا نگهم داره. میرم درس میخونم، میرم پادکستای خوب گوش میکنم، میرم بیشتر کتاب میخونم. این خیلی بچه‌ها در من شدیده، وقتی که خیلی حالم بد میشه خیلی کتاب میخونم یا کتاب گوش میکنم. شاید اصلا درست نباشه ها این، ولی خب یه چیزیه که مخصوص منه دیگه، وجود داره. خلاصه این که همه اینا رو گفتم که به اینجا برسم، اصلا کلا بحث یادم رفت. این چالش رو شروع کردم چون این روزا میگم حالمون خیلی خوب نیست. خواستم یکم زندگی رو برای خودم، همونطور که اسمش روشه، رومانتیسایز کنم، یکم حس و حال بهتری به خودم و یا شاید به شما بدم. در راستای ادویه‌دار کردن زندگی ما اومدیم دوباره قهوه بخوریم، چون قهوه یکی از ادویه اصلی زندگیه به نظر. اونایی که قهوه نمیخورن چجوری زندگی میکنن؟ سپاس خداوندی که عالم هستی را آفرید و سپاس خداوندی که انسان را در عالم هستی آفرید و سپاس خداوندی که انسان را برای شادی سبز آفرید.